اینجا جای نمک مخصوص ماشین ظرفشوییتون الان ریختی تقریبا میره 3-4-5 ماه دیگه که چراغ رو دستگاهتون نشون میدم روشن شد، یعنی نداره پلش کنید. بله. همراه با نمک مایع جلو دهنده‌تون رو میریزی. اینم الان ریختی تقریبا میره 3-4-5 ماه دیگه که چراغ رو دستگاهتون نشون میدم روشن شد، یعنی نداره پلش کنید. بر فرض مثال الان نمکمون رو ریختیم، مایعمون رو ریختیم، دیگه کاری باشون نداریم تا چراغش روشن شه. هر بار شستشو اینجا رو پل پوت میکنه یه دونه قرص میذاری. ولی یک نکته دستگاه اینه که نمک و مایع استفاده نکنید، چون اگه فیک باشه این دوتا خوب نباشه ایرانی باشه تا 3-4-5 ماه نمیتونید درشون بیاری. هم به ظرفاتون هم به ظرفشوییتون آسیب وارد میکنه. نمک هم بعد از شما شروع میکنه پوسیدن. پوسیدگی، زنگ زدگی، تمیز نکردن جزء گارانتی حساب نمیشه. بهترین حالتش اینه قرص استفاده کنی. قرص با کیفیت نیاز به دوتا نداری، مگر که باز قرصتون ایرانی باشه، پوت فشرده شده باشه، بخواد این دوتا رو تهیه کنی بریزی. قرصی که خود شرکت با این دستگاه تست کرده چون ترکه دیگه نه نیاز نمک داری نه نیاز جله دهنده، یعنی هر بار شستشو ظرفاتونو کشیدی یه با قرص شرکت رو میذاری. فقط و فقط بار اول، چون دستگاه نوع سیلیکونای دستگاه نپوسه نمک رو براتون میریزم، از اون بعد دیگه نه با نمک کار داری نه با جله دهنده، هر بار شستشو قرص شرکت. ولی متفرقه جفتشو باید تهیه کنی بریزی که پدر دستگاهتون در. فیلترشو 2-3 هفته برد همین تمیز کنی که آتش خالیش روش گیر نکنه. اینا ثابته، اینا متحرک. خاصی قابلمه‌اش اینجوری میخوابونید دمر میذارید، خاصی بشقابشو بلندشون میکنید. سعی میکنید یکی در میون بذاری که آب بهشون بخوره تمیز شه. آتش خالی چربی ظرفاتون رو باید بگیرید. ظرفاتون نباید ماسیده باشه. ظرفای کثیف‌تر طبقه پایین، ظرفای تمیزتر طبقه بالا. اینجاشو محل باشدن قرصتونه، این چند تا رو رعایت میکنید. چیزای بلند مثل در قابلمه دیسی چیز اینجا نمیذاری که واسه این در باز نشه. سر قاشق بالا، دستاش پایین. لیوان استکان دمر میذارید، لیوان استکان، پیش دستی نمک بشقاب، قابلمه کوچیک‌تر تمیزتر هم داشتی اینجا میتونی بذاری. فقط ظرفای بالا پایین چیدی یا فشان بالا داره یا پایین. جفتشو آروم انگشتت رد می‌کنی که ببینی به ظروفی چیزی گیر نکرده باشه. چون اگه گیر کنه تمیز نمی‌کنه، این شاید بزنه ظروفتون رو بشوره. آتش انگارتون رو که دونه دونه ردیف اینجوری میچینی، یعنی دستای قاشق اینجا، سر قاشق اونجا، یه غذا می‌خوری بیاد اینور. با این روشن خاموش میکنید. با این پی پروگرام برنامه‌تون رو میدید. هر برنامه‌ای که بزنی عکس برنامه رو بهتون نشون داده، تایم برنامه اینجا بهتون نشون داده. برنامه‌مون از سمت چپ شروع میشه. اولی برنامه زده اتوماتیک شستشو خود دستگاهتونه. یه جرمگیر بهتون میدم 2 ماه یه بار بدون ظرف. شما ظرفی داخلش نمیچینی. جرمگیر رو جای قرصش تا جایی که امکان داره پر میکنی. رو اولی برنامه 230 دقیقه استارت میکنی که آتشخال رسوب هرچی است بهش رو ببره بیرون. درست. دومی و سومی که جفتش عکس قابلمه داره، ظروف خیلی شرف قابلمه‌تونه. چهارمی برنامه زده اکونومیک، یعنی اقتصادی، ولی شاید تایمش طولانی به دردتون نمیخوره. پنجمی برنامه که عکس کریستال داره، بهترین زمان استفادهتونه. هر موقع که غذا خوردی میذاری این برنامه 210 دقیقه براتون بشوره. 1% دیدی ظرفاتون انقدر کثیف نیست که 210 دقیقه بشوره میری بعدی. ششمی برنامه 1 ساعت و 30 دقیقه حالت توربو سری شورش. هفتمی برنامه 30 دقیقه ظرفا مثل ظرفای میوه‌تونه. آخری برنامه خود میوه رو میتونید داخلش بذارید، ولی نذاری بهتره، چون کوچیک‌ترین آتش خالی کل لازمش به خودتون میشه. رو دو تا آخری هم قرص نمیتونی بذارید، چون که اصلا آب گرم نمیکنه، رو 30 دقیقه هم آب آنچنانی گرم نمیکنه. درست. سبداتون نشون میده این دو تا سبدو. ظرفاتون کم بود و تمیز میذاری سبد بالا کار کنه که آب کمتری بگیره. کم بود و کثیف سبد پایین، زیادم که او جفت ساعت میذاری فعال بمونه. پنجره رو یه بار روش بزنی تایم دستگاه کمتر میشه، المنت در جا کمتری گرم میکنه برای ظرفای تمیزتر. یه بار دیگه روش بزنی عکس بخار میاد، تایم دستگاه بیشتر میشه، المنت در جا بیشتر گرم میکنه، بخار بیشتر به دستگاه میده برای ظرفای چاوشیری و قابلمه. حالت سومش که خنثی میکنه برمیگرده حالت اولیه. روشن کردید، با این پی پروگرام برنامه‌تون رو دادی. اگه خواستی همین الان استفاده کنی که استارتو میزنی، اگه نه چند ساعت دیگه مثلا با مثبت میزنی 4 ساعت دیگه، یا با منفی کمش بکنی 3 ساعت دیگه، بعد استارتو میزنید. این 3 ساعت دیگه خودش شروع به شستن میکنه. این دو تا چراغ بالایی مایع جله دهنده‌تون پایینی نمکی که وقتی روشن شدن به این صورت یعنی ندارن، باید شارژشون کنی، ولی عرض کردم نباید این دو تا رو بریزیشون به در دستگاهتون رو در میاره. اولیش حالا برای بار اول به خاطر سیلیکون و اسفنجای دستگاه نیاز به نمک داره که میریزیم، دیگه با این دو تا کاری نداری، یعنی که چراغاش هم روشن شدن به این شکل براتون اهمیتی نداره با قرص شرکت. ولی بخوای متفرقه تهیه کنی، حتما هر زمان که اینا روشن میشه اینا رو باید تهیه کنی، بریزی کدام به صلاح دستگاه نیست. نقطه دستگاهتون یه ترانس 250 ولت 16 آمپر لازم دارید. دومی نکته، در هفته 2 بار دستگاهتون باید استفاده کنید. یعنی اگه ظرف داشتید که چیز ظرفشویی داره کار میکنه، ظرف نداشتید
خالی بدون قرص و هیچی رو آخرین برنامه 15 دقیقه میذاری استارت میکنی که هر چقدر بیشتر استفاده کنی دیرتر خراب میشه. سومین نکته اون جرمگیری بود که گفتم 2 ماه یه بار پودر جرمگیر رو اولی برنامه بدون ظرف میذاری کار کنه. چهارمین نکته مواجهه با کیفیت شرکت. سوالی در خدمتتون هستم. ممنون. مرسی.